واقعی عجیب با جنجالی غزال ناید برای اولین بار. چهره اصلی غزال ناید در صفحات مجازی نشر شد. رقابت غزال ناید با آریانا سعید، گفته‌های تازه غزال ناید برای ملکه دلها و نشر آهنگ‌های جنجالی غزال ناید که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرغی عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را بزنید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال ناید هنرمند خوب افغان که بیشتر از 500 سال می‌شود هنر موسیقی افغانستان و فعالیت‌های هنریش پرداخته است. این هنرمند نام‌آوازه کشور شاگرد نظیر خارا بوده است. آهنگ‌های جوانه با نظیر خارا بیشمار سروده است، اما در آن زمان کاملا هنر موسیقیش پنهانی بود. اما غزال ناید بعد از آن که به کشور کانادا با خانواده‌اش رفت، ویدیو کلیپ‌های با قیس الفت ساخت که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت کسب کرد. غزال ناید در کشور کانادا گاهی اوقات زندگی می‌کند، ولی به خاطر کارهای هنریش و تقلید از آریانا سعید در ترکیه خانه دارد و در ترکیه زندگی می‌کند. غزال ناید کنسرت‌های سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کند، اما برای اولین بار غزال ناید در پرده رسانه‌ها با چهره اصلیش و بدون از فیلتر ظاهر شده است. اوج انتقادات شدید را به همراه داشته است. غزال ناید همواره با آریانا سعید در رقابت بوده است، ولی هیچ زمانی نتوانست جایگاه هنری مانند آریانا سعید برای خودش کسب کند. ولی هر هنرمند طرفدار و رقیب خودش را دارد. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت‌الله اعظم تمنا داریم. در انتظار نشر تازه‌ترین آهنگ‌ها از این هنرمندان کشور خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران غزال ناید به اشتراک بگذارید. شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را برای من سپردم. موفق و کامیاب باشید.